در قرآن کریم یه لشکری داشته میرفته به جنگ با یه لشکر دیگه ای. خدا قبل از اینکه با جنگ اصلی روبروشون کنه گفت سربازای من خدا هستید، با این گشنگی تشنگی حق ندارید از آب بخورید، تشنه باید برید جنگ. 60,000 نفر از اون آب خوردن و خدا گفت دیگه شما تو لشکر نباشید، برید خونه هاتون. آدم دم جنگ سرباز مرخص میکنه؟ مرخص کرد، موند 313 نفر. خدا به اندازه یک کف دست آب را حلال کرده بود. یه عده‌ای به اندازه اون یک کف دست آب حلال دنیا رو خوردن، ولی اون یه مقدار دیگه گفتن ما از اون حلالش هم نمیخوریم، چون خدا گفته نخورید. خدایا 60,000 نفر آدمن دارن میرن به جنگن، چرا داری مرخصشون میکنی 313 نفر برن به جنگن؟ خب تو این جنگ تو شکست میخوری. رفتن روبرو شدن با سربازای جالوت و دیدن چند هزار نفرن، اون مقداری که یک کف دست آب خورده بودن یه دفعه گفتن وای نمیشه جنگید. اونایی که آلوده به کف دست آب نشده بودن گفتن چه بسا خدا بخواد 313 نفر به چند هزار نفر غلبه میکنن به اذن الله. این یعنی غیب، این یعنی قاعده دیگه حاکمه. سرباز مخلص پیروز است، نه سرباز مجهز.